واقعا برادران عزیز، کسی که نمازها را در وقتش خاصتا در مسجدها ادا میکند، واقعا یه نوع سبوکی، یه نوع لذت حس میکند. اصلا هر یک عملی صالحی که میکنید برای فایده خودتون است. من عمل صالحا فلی نفسه. حساب کنید، بامداد رو در مسجد خواندید، پیشین در مسجد خواندید، عصر در مسجد خواندید، شام در مسجد خواندید، اینا خفتن مانده است. مثلا هر روز باید انسان پرسد که کدام نمازها رو نخواند. وقتی که اگر 5 وقت نماز رو در مسجد خواندید، این بسیار فضیلت عظیم هست، بسیار فضیلت بزرگ است. دیگر ببینید من امروز مردن ها چه خیلی سبک، چه خیلی آسان. یا آدم سحر از خانه‌اش میبراید، پروا ندارد، لیکن بعد 1 ساعت میبینید که خبری مرگش میشنوید، به صدمه دچار شده است و بالاش کوه فرآمده است. این و آن میبینید که بنده نیز سحر برآمده بود از خانه‌اش، یا نصف روزی برآمده بود، بیگاه نآمد الک، یا آوردند او را، برداشته آوردند. برای همین وقتی که بنده نمازهاش میخواند، ذکرهاش میکند، دیگه پروا ندارد. رفت و وفات کندم از این دنیای پرمشقت به سوی حیات حقیقی، حیات راحت به نزد الله تعالی میرد. پروا ندارد شخص مؤمن و مسلمان. بنابراین برادرها، بله، کوشش کنید. نماز این ستون دینی مقدس اسلام است.